بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، کسی که بیشترین حدیث را از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است، در اصحاب صفه درس می خواندند. در یکی از روزها خیلی گرسنه می شوند. اصحاب صفه ناگفته نماند که اولین مدرسه اسلام است که گاهی اوقات تعدادشان به 70 و گاهی هم به 313 نفر تعدادشان می رسید. در یکی از روزها حضرت ابو هریره رضی الله عنه گشنه میماند و بالاخره نانی به خوردن پیدا نمی کند که گشنگی خود برطرف بکند. در شکم سنگ حتی واسطه می کند. می رود نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار سخاوتمند بود. به بهانه این که از یک مسئله را از دین پرسان بکند، شاید ای که وضعیت مرا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جویا شود و برای ما یک لقمه نانی بده که همی شکمم یک سیر شود. وقتی که نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میای از یک سوال پرسان میکنه، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه در راه خود ادامه میده، یا شاید نفهمیده و یا اینکه چیزی نداشته که به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بدهد، ادامه میده، در راه خود میره. بعد از آن چند لحظه ای صبر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از راه میآید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه را میبینه، پیش از همه گپا بعد از اینکه سلام میدهد، قبل از اینکه مثلا حضرت ابو هریره صاحب میخواست از رسول الله صلی الله علیه و سوالی پرسان کنه تا اینکه جویا احوال گشنگی میشوه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابو هریره، گشنه هستی؟ گرسنه موندی؟ میگه: بله یا رسول الله. حضرت ابو هریره رضی الله عنه را میخوانه و برو یک چاینک یا در ظرف شیر است، ایره کسی آورده، همون شیر را بیار برای من. هم فکر کنین در این وقت کنونی چاینک شیر را حضرت ابو هریره رضی الله عنه گرفته میای نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره میگه: برو تمام اصحاب صفه چیزی که نفر از گرفته بیاید، شاید 70 نفر یا شاید 300 نفر یا بین همینا نفر بود دایم در اصحاب صفه. میره ابو هریره صاحب در فکر میکنه، میگه: یا خدا، من خود گشنگی مرده را استم، یک چاینک شیر به من چی میشه که 70 یا 300 نفر یا میانی همین نفر ما گرفته بیایم بالاخره اینا را سیر بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک چاینک شیر خوب به من چاره نمیشه، تا خوب بالاخره گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیر پای نمیکنه و میره اصحاب صفه را هم مش صدا میکنه. میاین اصحاب صفه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چاینک شیر به حضرت ابو هریره صاحب میته، میبی بین اصحاب صفه توزیع بکن. وقتی که توزیع میکند، همه اصحاب صفه شکم خودشان را از یک چاینک شیر سیر میکنن، همشون. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم می خودتان بنوش. حضرت ابو هریره صاحب می حضرت ابو هریره صاحب می نوشه تا اینکه بالاخره سیر میکنه. می باز هم بنوش، باز هم حضرت ابو هریره صاحب می نوشه که سیر میکنه. می باز بنوش، باز هم می نوشن تا اینکه بالاخره سیر میکنن. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم به بار چهارم میگه: باز بنوش. میگه: بس یا رسول الله، ما سیر کردم. می سیر کرد؟ بله سیر کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چاینک شیر میگیره، مبقی شیر را خودشان میخوره. یک معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چاینک که شاید یک نفر را سیر کرده نتونه 70 یا 300 نفر میانی هم 370 نفر را رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک چاینک شیر سیر میکنه. واقعا معجزه نبی کریم صلی الله علیه و سلم حق است.